سلام دوباره میکنم به خدمت کسانی که دارن دوباره ویدیو منو نگاه کنن. پات قبلی چه اتفاقی افتاد آقا؟ خلاصه بذار بگم دیگه. از چپ اومده رفتن میام به راست. بذار بگم دقیقا خلاصه چیزا میگم. اومدم از بالا افتادیم پایین، رفتیم بودیم یه گل وجوده که ادعا داشته که میگفته من گل. نه با تو گل نیستی که تو انسانی. گفت نه من گلم. بعد دعوا میشده داشتیم به ما میزد که یکی اومد نجات داد. خب بقیه از این که ما رفت راهش رو ادامه دادیم اون تمام پازل مازلا کردیم که هیچ رفتیم چیز کرده باشم جنگیدیم و بعد دیگه کشتیمش هم آمدیم اینجا. آقا میزونیم ادامه هم تا اینجا دیگه شروع کردیم. بزنیم چیه 5 تا اتک خوبه. تپه هیولا اه چی این چی بود؟ دوکه زده بود. آها اوکی درست شد. حالا فهمیدم چه میدم تیکون بخورم یا نخور. لول آپ شده. بس این قبلش برم بالا ببینم چیه بود داره. بکش ببینیم چیز خاصی نگفت، فقط گفت یه نقاشی هیولا است. هیولا چیزی گفت. این برده هم سنسه که حالا گفت بود که من هم به چیز مقامات بپیرم. چه چی سنس او مای گاد این چی خدای من انسان است. انگار فقط سنگی. این تو واقعا متوجه اون شخص نشدی. اوه خدای من این واقعا انسانه. بله اوه خدای من سنس من بهترین رو پیدا کردم. دیگه به زودی من با این کارم میتونم به پیشرفتم این چیز کنم. stop you میگه ببین تو اجازه نمیدم از این بیشتر جلوتر بری و همینجا دیگه متوقف میکنم با طلاهایی که قرار سرت بکنم. چه زیاد خاصی هم نگفتم. گفت ممنونم که مردی به نظر حال داداشم بهتر شده. هیچ هون شد. داره صدایی داره میاد. یه شخص داره این کوره اصلا نمیبینه، فقط یه صدا رد پا شنیده داشت مد میشه میگفته یکی اینجاست. توی که اینجاست. من اجازه نمیدم که چیز کنم بیشتر حرکت کنم.
اینجا اینگاه بیشتر میده XP و گولد اینا. اتک بلو اتک. این داره توضیح میده آقا چه دیگه. ببین مثلا میگه آقا اگه دقیقا یکی سون ببین زبون همی ولی نمیدونم دو این دقیقا چجور توضیح. میگه اگه حمله اتک داد که چجوری مثلا رفتین چجوری کن. اگه این حمله کرد باید وایسی رد و بلو. اگه هم ببین دونو گفته. گفته همون گفته قرمز. اگه قرمز بود باید حرکت کنی، اگه آبی بود باید وایسی. درست که ما همیشه باید راست بیم. مثلا من آدم برفیم و من از همیشه من اینجا بزنم میخوای یه سر خوشمزه بدم تنک گود لک نمیدونم راه زنم تو بایتم ها بینم 45 تا. که طلب گذاشتن داشت به داداشش میگه خب ببین این که الان اینجوری شده دیگه باید کار کنه حتما دیگه. میگه حتما کار میکنه. خب تا برآمد دیگه. پس خب اینجا تو باید بایستی استودیو چه. ببینید میگفت که آقا چیزه اگه تو مثلا این خطی داره که مثلا دقیقا چیزه جاده است مثلا یه جایی اون جاده امنه ولی اون بقیهش خطرناکه شوت میزنه بهت. میگه یه خود بیا جلوتر تا چیز کنم اون الماس که دستامه بهت بدم. نه این تا زمانی اون کناری های جاده فعال میشه که این الماس دستت باشه. وقتی این الماس دستت پاپایس بود این شکش گرفت. واسه همین انسان گفت چیکار کردی؟ گفت خب الماس رو ندادی بهش. اوکی نگاه این بشه انتظار ما. اوکی شروع سوال نه نمیشه. چجوری این کار کرد؟ با مهم نیست. من تلای بیشتری دارم. تله بعدی not easy آسون نیست. من منتظرتم بریم بعدی. ممنونم که داشتم خوشحال میکنی همیشه. از ظاهر قبلیش بهتر شده. اینکه
چیزی واسه فروش ها نه وحشی چیزی واسه فروش ندارم. کسی نیست از من بخره چیزی. هیچ پولی هم ندارم. اوه تو که میخوای از من دوست داری از من خرید کنی خیلی خوشحال میشم. اگه میخوام بخری به 15 تا سکه میدونی حالا چی داد خطرناک نباشه. آقا دوباره میدی نه 15 تا او بهتر جونم کم بوده نه فکر کنم جونم کم بوده که چی اگه 5 تا سکه داشتید قبول میکنم من 5 تا سکه بدهیم. آره 5 تا سکه بریم واسه 50 تا. آره اوه خوبه بریم واسه 5000 تا وین. میخوای بیایی واسه 50,000. آه بازه چی تو چه اینقدر تو چه این کار میکنی. اوکی باشه این رو بدونیم. داشت اولش گفت که خب بالاخره رسیده هنسون چیه اونجا او ببخشید اینگه خرابکاری کرده یه اول نامه هست نه چی تبلیغه هم این کارت همه چی خراب کرده. اوپس بهترین بازیگر یا چه تو تله اینا اونا میگه سوی آخه گفت میخوای کدوم رو انتخاب کنی نمیدونم من دقیقا چی رو گفت ولی جان بیلد آها نه این چیزی بوده که مثلا خواست انتخاب کنیم که مثلا چی رو ما بگه مثلا بس گفت من نمیدونم اینجا ایده نداشتم که اصلا چی بذارم اینجا بس همه خودش بگیم چی دوست داره ما هم این گفتیم آقا مثلا اون باشه اون هم حرفاش همیشه یه پیام از پاپولس هم تو خواهم گرفت قبلش نیست اینجا هم که چسبیده خب رو میز بابا چیکار کنم به اوی دوزش تو چه این چیه زوی خود بیشتر نه بگم مطب الان زبده گذاشته نمیدونم چیه نکن نقشه اینجاست بزنم دقیقا یه پول که اون به نم چیزا
چی بود این؟ بگم خوش هم نقشه اینجاست. آره خودش نقشه اینجاست. آره چیشه میگه زبطه. جری اگه تاموجریه چه حمله نکرد. 7 میگه چی داره؟ 30 تا دیفنس. بهترینش هم 8. هفته آی نه 18 اینقدر زدیم 18 تا داده. چیکار خواست با ها؟ مثلا لابلا این 10 تاست. نه کلید اینجا بود. دکمه آره چه باید دکمه اینجا. اینجا چی کار میکنه؟ نه باید بگیمش آبش مال ما بشتی دومی دورسا چیزی که گفت آبی باید وایس نگاه. اوی چکار کنم خب اوی ها ورم نمید چکار کنم. این عکس شوهرشو گذاری چطور عصبی شده. تابلو میگه باید ایکسا به او تبدیل کنی به دایه نه بابا اینجا چی کار میکنی یا میخوای اون پازله که اونجا هست حل کنی. خود میگه این پازلش شکل منم هست. خیلی دوستش دارم. اگه تو بتونی اینو حل کنی فعلا باید کاری ندارم. حالا یا شایدن حالا ببینم میتونی پازل حل کنی یا نه. چیکار کنم دقیقا از این ور شروع میکنم.
خب گیر افتادم که شاید مثلا یه کاری کنم. ایک کما دکمه نه دکمه نیست. اگه که وایسا یه فهمیدم. آره نه یه قصت را بازه نه یه از اینجا میم چه اینجا بیا تو تونستی بده کمک منم خوبه حالا این نه باشه حالا بعدی زد آسون تر نیست good job تو بای کله تو تونست اون پازل حل کنی بالاخره من پس اومدی ما میگین دستگاه دکتر آلپیس درست کرده این تغییرش ساده شده که بلوکای اینجاست که مثلا کار خاصه اینجا قیمه اصلا نمیزن اصلا نیتی ازش رد شی چیزی که میگه رد گفته یلو شوک میزنه این گرین یه بلاک انگار به انگار با یه شخص انگار میجنگه نه اورنج انگار مثل اورنج انگار اجازه میده از رنگ زد عبور کنیم چیزی که حالا نمیدونم حالا یا از چیز بلو آتیشت میزنه بله میکنم آقا این خسته باشه حالا بریم حالا ببینیم برو بنفش هم داشته نخونده قلا نمیتونم اینه چرا این میشه نه دیگه قیمز نمیتونیم بریم مثلا میخواست با تله که کار بزنشه ما بگه وایسا یه دکمه باید بزنم بزنم یه دفعه من بیاریم آره دست میشه پایین چیه مجسمه پاپایوس با سوس هم نوشته سوست چیکار کنم اینو نمیدونم حالا ندارم یه سر فکر کنم همجا پایین شروع میکنم میرم جلو شد من همونجا گفتم باید از پایین شروع کنم بیام جلو دیگه از گوشه بگم بیام بالا یا چپ است سعیون تو چجوری از من زودتر میستی the fuck
این کیه دیگه؟ تو ای ای اینم از کجا دارم میرم؟ در قفله. شاید باید برم یه کلید بیارم مثلا. جالب. اون قاچ هم میزنم گوشن خاموش نمیده. میگم باید احتمالا بریم یه کلید بیارم. سگه بیا برفس یکوی زیر برف بود. صداش باله. کاری نمیکنه که. این چیه اونجا تکون خودمشه؟ اینم چیه اونجا دست؟ این گوشه دست چپش 8 تا اکس پی داد. دمشگر. باز دوباره یه تله مثلا گذاشتیم. یکی از این سلاح ها انتخاب کنه. انتخاب نمی کنه. خب نفهمیدم داستان. نفهمیدم چی شد ولی انگار این چیز بوده میخواسته انگار ما یه سلاحی واسه جنگیدن یا مثلا با اون مثلا سلاحه باش مقاومت در انجام بدیم که انتخاب نمیکرد. فرضاً مالا میگفت خواب ولش کنم. نه این زد خاصی نیست. گفت باشه. حالا گفت ببین اجازه نمیدم بعدی دیگه ها نسه دوباره بگو بینم بولو یه دربای بولو چیز اتک رو نمیگه. ببین بولو اتک اونو نمیگه ولی یه دربای چیز شاب او شاب چیا داری اتک من دارم دیفنس بده چرا بخوای کجا داده این بخل داده 50 تا حالا زیاده بگیر HP زده دو چیه این 2 تا دارم نه با نمیخوام اگه این 22 خوبه مثل که دیگه جا نده بذارم کدوم بود این بود 7 دیگه بذار این چیزا من بدونم سنجش چیز نه اینو
جون شد یهو. چون آره دیگه ما زر قبلی نداشتیم دیگه. ببین این صفر بوده نداشتیم. بس بذارین چاقوه بزن فرد گفت نه. بذار یه رو دیگه هم بگیم حالا به ستینا نمیدونم چون شاپ اومده میگم دیگه. ببینیم چیه. خوش اومدین. میتونم بهتون یه اتاق بدم 80 سکه. یه اتاق خواب که مثلا بریم اونجا بخوابیم. یه سیش که حالا میپه بیاین اتاق خوابیدیم. نه میدونم چون فرقه که همه جمع ببین تو ببین چی فکر نمی کنم چون شاپ باشه مثل ایسا دمو بفروشه. آقای گرگینه یخو پرت کنه. چی؟ یا تو خونه است؟ اصلا ندارم چیزی که اکتیو نده. خونه کیه؟ بذار صندوق پشتی نکنه بابا بسه چی پره؟ من فکر نمی کنم اگه چیزی بود میگم صفحه چه مهد نمیشه. خب پس میتونیم برگردیم اگه گم شدیم. چه؟ کاتسینه؟ میگه این مهر چیزی نیست که مثلا بقیه بتونن ببینن و هیچ که مبارزه ما نتونه ببینه. ولی من دلم خواد دوست باشیم، دلم خواد رفیقم باشی. نمیخوام باید بجنگم. من نه من به این نیاز دارم. من میخوام بالاتر باشه. من باسه این من با تو بگیم مجبورم من کار کنم. بابا من احتمال مجبور بگم تو دلم نمیخواد بجنگم. دلم نمیخواد بجنگم. داداشش شکر نمیخواد این که آدم خوشی بشه. حالا بذارید یکی از نه خوش ضعیف یا یه باید این یکی ساد نه چیزی خاصی نشتی بلو اتک سو میگن نمه حمله بلو اتکی
شده؟ چی شد؟ چه پرواز بودیم؟ تو هم دیگه پرواز کن. اوه سنس فرانسش این بود. میگم چی منظورش بول اکت داشت راهنمایی میکرد. داشت میگفت آی بول اکته. اگه یه دیدی این فقط زمینیه. ببین اصلا چجور بهتون میگم. ببین مثلا حالتی تو قرمز که بودی حالتی از بالا دیده بالا به پایین داشتی. این حالا انگار از جلویه یه جلو داری دیدش. اوی. خیلی جالب نیست باسم. بعد جالبه ببین دقیقا اگه زیاد نگه داری دکمه بالا بیشتر میپرتن این که مثلا چیزه. اوی. جوش ترسم چیه؟ بابا اوی. قیدیم زد بود. اوی. ویدیو وایسا بزنه چی؟ The king ثابت خواهد کرد. چون حالا تمام نمیشه. سگش قبل سگه به اون حمله کنه این حمله نکره بابا حمله کنه. اوی بابا اوی سگه مرد. این چه؟ اوی داشتم پرواز کرد. این چی بود؟ پوفیزی اوه چی شد چرا پشم زیاد بود. آها اون چیزی که زد قدرتیش بود خسته شده. پیل کنم مرسی. وایسا اسپیل دکمه اسپیل میبینم. من قبل ببین یه دو چیز کرده بودم. داشتم قبلا چیز میکردم بگیم گفتم اسپیل و اینا چیه. اینا رو زدم حالا زنده مون. آقا این دکمه اسپیل زمانی کار میکنه که طرف چیز باشه
اسم طرف زد باشه آقا. من نمیتونم باید بجنگم. حتی جنگ تو که جنگ داشتی میجنگیدی. من هیچ دوستی ندارم. نمیتونم دلم خواسته به چیز بکنم. از اونجایی که میگفته من از اونجایی که دوست نداشتم دلم میخواسته به چیز بپیوندم که دوستایی داشته باشم. تو میخوای دوستش باشی یا نه؟ خیلی این بچه مظلومه واقعا. دل این همه جنگینه که آخر بگیم آقا دوستت میشه. همونطوری که فکر کردم. اول داشت میگفت خب بلش کن اصلا مقامات چیه فلان اینا. بعد تو میگه خب نشم کی چیز کنه اینا حالا بلش کن. حالا یه زیر راه دیگه سعی میکنم از یه راه دیگه به بلش کن. حالا یه راه دیگه سعی میکنم ولی من رفیقامو چیز نمیکنم. واسه سن پاپا سفریم به او پیسته گفت اگه دلت خواست یه خونه من نرده تو اومدی میخوام بریم پیش اگه خونه تو اون بایی نبود یه میخوام ببرم خونهمون. دو هفته از اون دوز زده بس بگه آره خونم دود چیزی اینه با این زندگی میکنم نمیدونم. میخوام اینجا خونه نده که تنز داشتیم چی اینه؟ این اشپسانه هست؟ یخچال چی دارید؟ چیزه مغرزه اینه شد زفشون باست تازه دیدم یا کن این کار خب اون اتاق سنز اگه دخت خونه ای دیگه در خوز کرد اتاق منه آمی نور هستم صحبت کنم آره دستگاه یه دستگاه خیلی قشنگی اینو درست کرده ولی نمیخواد زد بقیه بفهمم. الو اینا ببینی چقدر الان سگ داره میگه کجا
آقا قشنگ علومت چه سر در نمیه. سر در نمیه سر میشه. اه عصباتی I loving دیگه بابا بگیریش دوست دارم دیگه. ای بابا دوست داشتم مگه نیست. دنبال کادو باشم. کادو شاید اینجا بس چه میدونم دیگه تو لباس ساخت مثلا. نمیدونی دست که قایم نمیشه تو من یه کلا باشه. داشت تو کانکولا چیزی جا شد من نمیدونم. خواهی باز کنی های با خیلی بخون میگه یه اسم رو میاره یک کدومش نگی دونستم تو کامنت بگی چی میگفت. این برقش چطور خطا شما هشم داد دیوونه خونه نه دیوونه خونه فرق کنی. از مهدار مد میشه. اوه سند هم اینجا نه بده یک خب دیگه تا اینجا تو اینجا فکرم بسته دیگه. من که از باس اینجا دیگه تا اینجا بس. امیدوارم خیلی بهتون خوش گذشته باشه. امیدوارم حالتون خوب باشه. ساب و لایک هم یادتون نه. حتی لایک هم نکنید که مهم نیست. ساب یادتون نه. با کامنت خوشحالم میشم که کامنت هاتون بخونم. ممنون و خداحافظ.